بخش 12. شراره گفت که می‌خواهد یک عروسی حسابی بگیرد و دیگر هم حرف هیچ چیز را نزد. من هم چیزی نگفتم. آخر چه بگویم؟ بگویم کی عروسی میگیری مرا به خانه‌ات ببری تا از این دربدری راحت شوم؟ شراره میزند روی شانه‌ام. همایون، حواست کجاست؟ از فکر می آیم بیرون. در چیپس را باز می کنم، می گذارم وسط. کیتکت ها را هم باز می کنم. می خواهم بدهم دستش که می گوید یه تیکه جدا کن بذار دهنم. کیتکت ها را 4 تکه می کنم. یک تکه اش را می گذارم دهانش. می خورد و ملک ملوچ می کند. خودم هم می خورم. عجب خوشمزه است. از وقتی که کیتکت 2 تومان بود تا به حال دیگر نخورده بودم. توی این مدت که با شراره آشنا شده ام چیزهایی را خوردم که سالها بود نتوانسته بودم بخورم. جاهایی رفتم که تا به حال نرفته بودم. چیزهایی دیدم که تا به حال ندیده بودم و چیزهایی خوردم که تا به حال حتی نامشان را هم نشنیده بودم. از ندید بدیدی در آمده ام. کم کم دارم جا می افتم. شراره هم آنقدر باهوش است که همه چیز را از چشمانم می خواند. حسابی برایش جا افتاده ام. شراره سیگاری روشن می کند. ماشین می افتد توی دستانداز. زیر لب چیزی می گوید که هنوز به گوش من نرسیده در هوا گم می شود و از بین می رود. یک سیگار برمی دارم و روشن می کنم. اوایل وقتی میخواستم با فندک سیگارم رو روشن کنم و بکشم دستم میلرزید، ولی حالا حسابی جا افتاده ام. توی سیگار کشیدن هم استاد شده ام. دیگر مثل اولین بارها دست پاچه نمیشوم. هوا حسابی سرد شده است و چیزی به زمستان نمانده. رنگ هوا خفه و دل آسمان گرفته است. ماه کمرنگ توی دل آبی آسمان نشسته است و خورشید کم کم دارد غروب می کند. خیابانها رنگ و بوی زمستان دارد. توی ماشین شراره گرم است. بخاری ماشینش روشن است و آدم را حال می آورد. نمیدانم امروز شراره قصد دارد کجاها ببرد مرا. تا به حال چند دفعه خانه دوستانش رفته ایم. 2 بار هم جشن دعوت شدیم. خیلی خوش گذشت. حالا حسابی به رفتن به اینجور جاها و برخورد با اینطور آدمها عادت کرده ام. دیگر مثل آن روز نیستم که توی خانه مژده خانم جلوی شراره نمیتوانستم حتی چایی بخورم. با شراره خیلی خودمانی تر شده ام. چیزهایی که برایم سخت بود خیلی آسان شده. از جریان آن شب توی خانه پدر شراره که هول کرده بودم برای قهوه خوردن و بعد دیدم آنطورها هم که فکر می کردم سخت نیست، دیگر همه چیز را آسان می گیرم. اتفاقاً همانطور که می گیرم همانطور هم پیش می رود. می افتیم توی ترافیک. به گمانم تصادفی چیزی شده باشد. ماشین ها همینطور پشت هم بوق میزنند. عجب ترافیکیه. حوصله‌ام سر رفت. فکر کنم تصادف شده باشه. بانو که انگشت ابروهایش را خواب میدهد. حتما تصادف شده. و الا مگه چه خبره؟ امروز سر تا پا مشکی پوشیده. فقط کیفش به رنگ چرم طبیعی است. توی انگشتانش پر از انگشتر است. می شمارمشان. 9 تا. نه، 8 تاست. توی شستش هم انگشتر انداخته. انگشتر خیلی به دستش می آید. خیلی دلم می خواهد بدانم امروز کجا می خواهیم برویم. ولی قبل از آن خودم را آماده می کنم بهش بگویم که فردا نمی توانم ببینمش.
میگویم کار دارم، یا با یکی از دوستانم قرار دارم، یا بالاخره یک چیزی میگویم دیگر. بالاخره راه باز می شود و از ترافیک خلاص می شویم. خیابان ولی عصر را می رانیم به طرف بالا. هوا حسابی تاریک شده است. رادیو را روشن می کنم. نیایش بعد از اذان است. شراره به نیایش گوش می دهد. صدای مردی که نیایش می کند آنقدر آرام و دلنشین است که آدم خوشش می آید. خیلی هم دلتنگ و سوزناک نیایش می کند. حمد و ستایش مخصوص خداوند است و لایق اوست. چنان ستایشی که سزاوار اوست حمدی است بسیار و پناه میبرم به خداوند از شر نفس اماره، زیرا نفس اماره است که انسان را به کارهای زشت وامی دارد. خداوند به ما رحم کند. ما همگی به او پناه میبریم از شر شیطان، آنچنانی که بر گناه من پیوسته گناهی می‌افزاید. شراره حسابی غرق نیایش شده است. قصد می‌کنم کمی سر به سرش بگذارم. سرم را به چپ و راست تکان می‌دهم و نوچ نوچ می‌کنم. گذشت. خیلی حیف شد. از توی خودش می‌آید بیرون. دنده ماشین را عوض می کند و از توی آینه نگاه هم می کند. چی گذشت؟ لبخند می زنم. پس تو چه جور مسلمونی هستی بابا؟ نگاه هم می کند. چشمانش توی تاریکی زیباتر می زند. چطور مگه؟ فضیلت نماز اول وقت رو میگم. یادش به خیر. منم یه زمانی نماز می خوندم. شراره رویش را می کند آن طرف. قربونم بری. سرم را می آورم پایین. چشم، حتما. می خندد. می دونی که وظیفت قربونم بری. لبخند به لبم است. بله، بله که وظیفمه. چپ چپ نگاه هم می کند. لبانش را قنچه می کند. میخواهد حرفی بزند که میروم توی حرفش. لبات قنچه خدایی هست. حرف تو بزن. سعی میکند نخندد ولی خنده ریخته است توی چشمانش. لوس نشو. چشم خانم، شما فقط امر بفرمایید. نگاه هم میکند و نفس میکشد. اگه مکث میکند. نگاهش را از نگاهم میگیرد و ادامه میدهد. اگه سفید بودی یک قرونم بالات نمیدادم. ابروهایم میرود توی هم. منظورش رو نمیفهمم. اگه سفید بودم؟ بی اعتنا حرف میزند. آره دیگه، من از پسرایی که سفید و بورن خوشم نمیاد. چندشم میشه. همه چیز تو رو خدا کامل آفریده. واقعا خوش به حالت. تو باید همیشه خدا رو شکر کنی و ازش ممنون باشی. حالا منظورش رو فهمیدم. پس این سیاه‌سوختگی بالاخره به دردم خورده. پس کسی هم پیدا شد که جانش برای سبزه سیاه‌سوخته‌ای مثل من در برود. پس شانس آوردم که سفید نیستم. از فرصت استفاده می کنم و من هم حرف دلم را بهش می زنم. خداییش دختری مثل تو نه تا به حال دیده بودم، نه وصفش رو شنیده بودم. تو خیلی تکی. حتما خودت هم می دونی. هر جا که نگاه می کنم می بینم لنگت پیدا نمیشه. سر تکان می دهد. صورتش همانطور جدی است. نه مثل دخترهای دیگر که وقتی از ایشان تعریف میکنی گوش تا گوش نیششان باز میشود. شراره واقعا با همه دخترها فرق دارد. مسیر حرف را عوض میکنم. راستی من مکث میکنم و بعد یکو حرفم را میزنم.
من فردا نمیتونم ببینمت. منتظر میشوم ببینم چه میگوید. اول هیچ چیز نمیگوید. بعد که میافتیم توی ترافیک نگاه هم میکند. پیش خودم فکر میکنم حتما ازم میپرسد چرا یا چطور، اما هیچ نمیگوید. فقط سر تکان میدهد و باز رویش را میکند آن طرف. نفس بلندی میکشم. خوب شد ازم نپرسید چرا، چون هیچ دلیل خاصی که بتوانم برایش بگویم ندارم. نمیخواهم بفهمد. میخواهم بروم بگردم دنبال یک لباس ارزان. شراره ساکت است. سکوتش آزارم میدهد، به طوری که فکر میکنم حرف خیلی خیلی بدی زدم. چهرهش خیلی خودخواه‌تر شده. از حرفی که زدم پشیمان شدم. میخواهم یک طوری ماستمالیش کنم. مرتضی فردا میخواد سهله رو جابجا کنه. باید بهش کمک کنم. بالاخره رفیقشم. اصلا نمیگوید تو آدمی که داری حرف میزنی. همینطور رانندگیش را میکند. باز هم ساکت میشوم. حسابی نطقم کور میشود. صدای گاز یک نواخت ماشین توی گوشم است. صدای گازهای جور و جور ماشین هایی که از اطرافمان رد می شوند گوشم را پر کرده. کم کم فکر و خیال برم می دارد. فکرم در یک لحظه 1000 راه می رود. یعنی ناراحت شد. لابد بهش برخورده. هیچی هم نمیگه بفهمم دردش چیه. لا اله الا الله. آخه پسر، اصلا تو لباس میخوای چی کار؟ اگه اونه که همین طوری پسندیدتت. عجب بدبختی گیر کردیم ما. کلافه میشوم. زیر چشمی نگاهش میکنم. همونطور سگرمه هایش توی هم است. با خودم عهد میکنم که اگر چیزی شد و حرفی به هم زد دومم را بگذارم روی کولم و بزنم به چاک. کار دیگری نمیتوانم بکنم. ولی خیلی حیف است. یک همچین چیزی را دیگر از کجا میتوانم پیدا کنم؟ تازه دارم از بعضی جهات میفهمم زندگی کردن یعنی چه. چشمم به ندیده ها روشن شده. خیلی حیف می شود. به خیابان نگاه می کنم. نم نم باران گرفته. قطرات باران به شیشه ماشین می خورند و سر می خورند پایین. شراره شیشه پاکن رو روشن می کند. ماشین می پیچد توی محمودیه. کجا داره میره؟ یعنی میره خونهش؟ توی این مدت آرزو به دلم مانده که یک بار هم شده برویم خانه خودش. انگار حدسم دارد درست در می آید. خانهش رو از دور می بینم. جلوی در خانه نقلی و شیکش ترمز می کند. باورم نمی شود که بالاخره می آیم خانهش. فکر می کنم شاید کاری داشته باشد. شراره ماشین را پارک می کند و پیاده می شود. مرددم که من هم پیاده بشوم یا نه. باران تندتر شده و سقف و شیشه ماشین رو می کوبد. کف خیابان برق می زند و زمین به نظر لیز می آید. شراره توی تاریکی به هم خیره می شود. بجم دیگه، خیس شدم. به عقب ماشین اشاره می کند. اون بسترم بیار. نواریم که توی ضبطه در بیار. آب دهانم را قورت می دهم. باورم نمی شود. آدم اصلا از رفتار این دختر سر در نمی آورد. به خاطر یک کلمه حرف جان به لبم کرد.